در نشست مطبوعاتی آژانس ضد کروپسی تاجیکستان به فرق از نشست‌های پیشین نهادهای دیگر خبرنگاران زیادی جمع شده بودند. آنها بیشتر سوالشون به این متمرکز شده بود که درباره اون 10 نفر کارمندان مسئول آژانس که بازداشت شدند و فعلا در دادگاه عالی تاجیکستان پرونده آنها یعنی مرافعی آنها ادامه دارد سالهای بیشتر مطرح کنند و جزئیات بیشتر آگاه شوند. یکی از سالهایی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت این بود که آیا اون کارمندان آژانسی که بازداشت شدند در نتیجه خصومت یا مخالفت خود نهادهای قدرتی صورت گرفته است یا واقعا این کارمندان آژانسی دست به رشوه و فساد زدگی هستند. رئیس آژانس ضد کروپسی سلطانزاد به خبرنگاران گفت که هیچ گونه اختلاف یا مخالفت یا بدبینی میان نهادهای قدرتی تاجیکستان اصلا وجود ندارد و این کارمندانی که حالا بازداشت شدند و پرونده آنها مورد بررسی قرار دارد بر اساس قانونهای تاجیکستان به جزا کشیده خواهند شد. یعنی رئیس آژانس به این نکته اشاره کرد که واقعا این عملی خودی کارمندان آژانس است که دست به فساد و رشوه زدند. ягон мақомот умуман байни мақомоти байни кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ё ин ки прокуратураи генерали бо агентӣ ягон хел хусумат ҷой надорад. парвандаи ҷиноятӣ нисбати 10 нафар кормандони собиқу амалкунандаи агентӣ тафтиш ба эҳтимом расид. чӣ хелиш ҳамаи шумо огоҳ ҳастем дар баррасии судӣ қарор дорад. از دیگر یگان کارمند агентӣ مورد تعقیب تفتیش جنایتی قرار ندارد. سوال دیگری که در اینجا مطرح شد این بود که یک سنجشی که حتی با دستور پرزیدنت تاجیکستان میبایست تا ماه یعنی 1 ایولی سال روان انجام میشد درباره اضافه نویسی در مورد ساختمان‌های شهر دوشنبه بود. در شستن انشاءات‌های ساخته شونده شهر دوشنبه که مبلغ‌گذاریشان از حساب بودجه جمهوری و محلی اجرا گردیده بود، سنجش در آنها زیاده از 7.8 میلیون سومانی اضافه نویسی کارهای ساختمانی را آشکار نموده است. موادها برای چاره‌جویی با مقامات حفظ حقوق ارسال کرده شده است. اوید این مسئله مذکور چاره‌جویی شده است. با خیر است. از جمله یکی از این بناهایی که همه ما از اون آگاه هستیم بیمارخانه استقلال است که در محله 46 میکرایون تاجیکستان علاقه مورد استفاده قرار داده شده است. سوال دیگری در اینجا مطرح شد این بود که آیا کارمندان آژانسی بعد از این بازداشت 10 کارمند مسئولش که یک نهادی که علیه فساد و رشوه عمل میکند و خودی آنها با این عمل بازداشت شدند چگونه تأثیری خواهد کرد؟ آیا من بعد هر مفتش آژانسی وقتی که به یک اداره یک نهاد برای تفتیشات می رود با اون چگونه مناسبت خواهند کرد؟ رئیس آژانسی خیلی عادی و خیلی آرام پاسخ داد که هیچ گونه تأثیری نمی رساند چون که آنها با این عمل خود حتما جواب می گویند و امروز هر کارمند آزادانه میتواند برود و به فعالیت خود ادامه دهد و تفتیشات و چیزها را انجام دهد. همین بود خلاصه نشست خبری امروزی آژانس ضد کروپسی که اصلا به مسئله این 10 نفر کارمند آژانس ضد کروپسی دخل داشت.